این طرز نه اونقدر نوست و خیلی و هر حال طلبات امروز آسیای مرکزی و دیگر دولت هایی که در اونجا اساسا طلبات دینی امروز بسیار است اون میخوان که در کاریکاتور عکس جاندار نباشد. یک چند روزنامه های هم گفتن که معلوم باشه التباس باشد اگر کاریکاتور آدمش نباشد یا حیوانش نباشد یگان دیگر این میکروفون یگان چیزی طبیعت دیگر چیز هر چیزی که باشد عکس آدم نباشد شد. وسایل اخباری عامه هم میخواهد که این چیزهای چاپ کنند و امکانیت ندارد. افسوس. بله از نگاه بیشتر مالی. بله. برای اینکه یک چیزی گفتیم که وقتی بسیار طلب میکنه برای یک کاریکاتور ساختن شاید یک هفته شاید یک ماه شاید 2 ماه گذرد. یک چیز تصویر کرده یک چیز فکر کردن خیلی مشکل است این چیز. فرخ جان میبینم چند در اینجا نمونه اثرهای طنزآمیزانه تونا تصویرها را آورده. در اینجا چی میخواستید؟ یک برای روزنامه مجله حجوی مجله نامش چی بود؟ لکوپک بود چی بود نامش؟ بله لکوپک نشریه بود. خانه سرتاروش درختاش هم میتراشد یک چیزی عجیبی است. واقعا همون درخت‌ها هم به سر انسان هم کمی شباهت دارد. بله. تصویر کنید. خوب ببینید. تصویر سال 2007 این در اینجا در یک ارغمچین و یک بلنگو یک میکروفون آویزان بله و حرفا میریزن به زمین بالا تاریکی. این چی معنی دارد؟ معنی همین که من حاضر شما از من اینترویو میگیرید دیگر میگیرید یک مثال است. بعد صحبت ما میکروفون شما هم خسته میشد یا چی میشد آخر سال این گپای هیچ کس با خاطرش بهم نمیبیاد. بله من امیدوارم که لیکن به هر حال بگیرن در خاطر این عکس‌ها. برای چی من این چیزا میگم؟ برای اینکه در سال 2011 خیلی شما هم خبردار هستید یک در آزمون اشتراک کرده بودیم. بعد همون یگو نه وسایل اخباری نه روزنامه نه یگون چیز نمیگفت که خیلی کاریکاتور ما در کردی